مسائل فوتبال ها میان و یکی از اینا محترم آقای سمیع صدوزی بود که یکی از اعضای اوریجینال تیم ملی افغانستان بودند در سالهای 50 و 60 و یک چند دقیقه امروز اینا صحبت کردیم. توجهتون را جلب میکنیم با مصاحبه ما با آقای سمیع صدوزی. نه مسابقه‌اش خوب است، بسیار خوب و هم بازیشان خوب است، هم دوست بازیشان بسیار دوستانه، بسیار خوب، دلچسب و جای خوشی است که پروگرام ها را ما نزدیک می‌بینیم. تشکر. جای خوشی بر ما است که شما می‌جمعین، بر ما افتخار می‌بخشید در مسابقه‌های ما. این کلان افتخار است که افغان‌ها از تمام جای، از تمام استیت‌ها یک جای شدین و بازی میکنن و یک صمیمیت و دوستی بین تمام افغان‌ها پیدا میشه. یک درس است برای دیگر افغان‌ها. چند سوال از شما کنم صاحب. ما در پوزیشنتون چی بود؟ میبخشید دیگه ما قضاوت نمیفهمم، حالا که یک دو دقیقه سنتراف کار می‌کنیم. ما سنتراف میگیم نمبر 6 بود. بله. یکی ما بودیم، یکی اشرف جان عفیفی. خب بسیار. دو نفر سنتراف بودیم. دیگه فوروردای ما سلطان نجن بود، ایساق عفیفی بود، اکرم دفتری، زین العابدین. بسیار رفیقای خوب بودن، بسیار پلیرهای فوق‌العاده. گلکیپر ما اکبر بهادر و دیگه حبیبی زکریا، دیگه از نفرهای فولبک که ما بسیار نفرهای خوب بوده. فراموش شد. شما در اون سالا در ممالک خارجی هم سفر کردین؟ اولین سفر ما سیکن شنگین بود، در فیلیپین رفتیم، بعد از او به تور چین رفتیم، 5-6 شهر چین گشتیم. بعد از او مسابقات فستیوال شوروی بود در مسکو. گذشته دو مرا دیگه ما را شوروی دعوت کردن، یکی در ممالک اروپاییشان رفتیم و دیگری مسابقات کردیم در ممالک شرقی آسیاییشان. با بازی ما نسبتاً روز به روز خوب شده میره. بله. در خود غازی استادیوم تو کدام گیمه که مسابقه که در مقابل کدام تیم خارج؟ همیشه سالانه از ایران، از پاکستان، هندوستان، شوروی، چین تیمای خشان می آمدن. باز در همیشه در روزهای جشن مسابقات دوستانه را داشتیم. اما ساله از خاطرات خوبی که داشتین از سفرها و از گیمایی که مسابقه‌ای که داخل کشور کردین؟ والا خاطرهای فوق‌العاده خوب است. در همه جای یک صمیمیت و دوستی. تیم ما که بود خود ما ترینر خود بودیم، چون اتحاد بین ما بود، بین خود میشیشیم که باید چی کنیم. ترینرهای خارجی هم داشتیم، منتها دیدیم موثر نیست، خوب نیست، بازوار جواب دادیم. بازی و از او خود ما درخواست کردیم. از اون جمله کسی که ما کار خوبی که در ترینینگ کردم بود که ما ترینر ترکی داشتیم. چند روز که آمد ما را ترینینگ داد، من گفتم خودت وقت ما را ضایع میکنی. مناسبات ما خراب شد. باز عمر وردک ما را خواست که چرا امروز این مناقشه کردیم. ما گفتم این وقت خود ضایع میکنه. گفت چی میخوایی؟ گفتم وقتی ما مسابقه میکنیم در غازی استادیوم 25,000 30,000 نفر اگر ما مسابقه را میبازیم کلشان متاثر میشه و ما را بد میگن. و در بالا هم که ظاهر خان و داود خان و صدراعظم و اعضای کابینه یا کلگی ما را میبینه، وقتی میبازیم کلگی ما را منت میکنه. اگر شما سوال میکنه که چرا یا باختن، میگن سر ما مسکو شیر هم دادیم و مسکو هم دادیم و ترینر هم دادیم، تمام مسئولیت به دو شما میفته. از این نگاه من مناقشه را شان کردم که نه، باید وقت ما ضایع نشه برای بهبود تیم. که با عمر خان وردک مرا پرسان کرد کی ترینر باشه، گفتم خود ما می باشیم. با تمام رفیقا را جمع کردیم
پروگرام ترینینگ خود، دویدن خود، ادمانهای خود، تمام چیزایش قسم تیمای خارجی میکردن که میگفت 3 ساعت باید شما ترینینگ کنین تا 1.5 ساعت مسابقه کنین. باز ما آخر تانستیم تا 1.5 ساعت 2 ساعت با سیستم اینترنشنال خود برسانیم و مو بود که باز آخرین مسابقه ما مقابل تیم ازبکستان بود و تا 15 دقیقه کامل نتانست که از خط سنتر توپ طرف گل ما بیاره. فوق العاده و تصادفاً یک گل زدن، لیکن بازی ما فوق العاده خاطرش اینه که داریم از اتحاد اتفاق افغان که بدون از اینکه اتفاق به ترینر داشته باشه خود ما به همت خود به اتفاق و به دوستی خود ما تیم خود رساندیم دیگه. والا خاطراتش این از کل بسیار زیاد است دیگه. زیادترینش چی بود که اتفاق اتحاد خود افغان ها بود که ما خود به یک جای رسانده بود. در اون زمان از تیم‌های آزاد اینا تعدادش چقدر بود و کدام تیم‌ها بودن در زمان شما؟ در ما اولین تیم که اول چیز بود حبیبیانا بود، بعد از او باز تیم آریانا آمد، باز تیم چی شد پانتون شد، باز منتخبی افغانستان کابل شد. و مسلسلتاً تقریبا 4-5 سال گرفت که باز تیم ملی تشکیل شد. تیم ملی از تیم ملی باز مسابقات خارجی خود با تیم ملی کردیم که انتخاب از تمام کابل، از تمام مکاتب و از تمام یونیورسیتی و از تمام بعد از زمین شما بود دیگه که باز بخیر طبقه دوم که آمدن دیگه که سعدالله خان و اینا بودن که بعد از دوره دوم که آمدن. بله اول ما بودیم، بعد ما خلاص شدیم. البته ماموریت رسمی یا با ما پیدا شد. بله آخرین مسابقه من 1961 بود در رسیدیم و کابل کردیم. بعد از اون دیگه باز ما خلاص شدیم چون مسائل چیز بود، رسمی بود، کار میکردیم با سعدالله جان یا دیگه ما سلسلتاً تیم‌های ملی پشت هم دیگه آمدن. از او اعضای تیم زمان شما چند دوستان در اینجا هستند در کالیفرنیا که شما باشون با تماس هم هستین؟ والا ما کسایی که یافتم یکی زین العابدین بود در فرانکفورت یافتم و دیگه تو نفرایی که از تیم ملی ما باشن. آقای عفیفی خردو عفیفی بسیار پالید نیافتم. استاد سعدالله خان پیدایشان کردن کیره؟ بردو برادرای عفیفی گفتم انشاءالله که میبینیمشان دیگه. از رفیقان سلطان نزن فوت کرده، اکرم دفتری میگه فوت کردن و دیگه از باز رفقای ما با اروپا هستن، با آلمان هستن، به هر جای که پرک افتادن دیگه. از اینکه از دیگه بی خبر ماندی ملت چیست که اما وقت حرکت ما و وقت جای ما به یکی دیگه هم دیگر معلوم نبود. تا جای قدرت توانایی بود ازشان چیز کردیم، معلومات گرفتیم و تو نتانستیم که با هم دیگر یک جای شیم یا دیگر رو ببینیم. امید است که در آینده یک بازشان زیادتر پیدا کنیم. روز دوشنبه خوب بخیر مسابقه قهرمانی است. در روز کوشش میکنیم که زیاد از دوستای سابقه و اونا رو هم بریم ان شاء الله. امید است که رفیقای خود در روز کدام گفتنی اگه دارین دیگه برای تشکر بسیار خوش شدیم. یک فضای بسیار صمیمی، یک بسیار دلچسب و یک درس است که به جوانای افغان است که از درجه 3 تا زر ایالت آمدن. اینا نشان میده که اگر ما اتحاد اتفاق داشته باشیم در هر نقطه امریکا که باشیم میتونیم هم دیگر رو ببینیم، با هم دیگر دوست باشیم، با هم دیگر مسابقه کنیم، با هم دیگر زندگی دوستی و صمیمیت اتحاد افغانی رو زیادتر بسازیم. یک جهان ممنون که یک چند خبرای ما داشتیم. لطف کردین. امید است که در آینده هم ببینیم. تشکر.